бо номи оди худои меҳрубон салом, нур, баракат, ишқ ва зебоӣ дар хонадонатон. Умедвор ҳастам ҳамагӣ хубу сиҳату солиму бардам ҳастед. барномаи китобхонро шурӯъ мекунем, аниқтараш фасли ҷадиди китобхонро шурӯъ мекунем ва ҳамсӯҳбати ман ҳастанд имрӯз дар барнома раиси бунёди рӯдакӣ, узви пайвастаи фарҳангистони забон ва адаби форсӣ, китобхон, китобнавис, дипломат, устоди донишгоҳ, устод Абдунаби Сатторзода. Ба барнома хуш омадед. ташаккур ки даъвати моро пазируфтед. саровоз бигӯед ки чӣ ҳолу аҳвол доред ва дар Душанбе чӣ гуна зиндагиро паси сар мекунед? تشکر. پیش از همه من سپاسگزارم از آن که شما دعوت دادید و امکان دادید برای من برای صحبت کردن. تشکر میگم و از بس که همطور که در صحبت پیش کمی شما گفتید این استودیو نو است. بله. مبارکتون باشد. برات میخوام در سلامت اینجا. باشید. دیگر اینکه عرض و صفات من به شنوندگان و بینندگان محترم شما هست که من روی خطاب من به آنها هستم. خیلی انرژی دارید استاد، حرکت میکنید، در محفل‌ها حضور میکنید، مینویسید، خوشحال هستید، امید دارید. میخواستم سرآغاز بدونم که این از کجا شروع میشن، از کجا منبع میگیرید؟ چون امروز در عصری که ما زندگی میکنیم درس‌های گوناگون در این سمت که صبح بخیزد این کارا کنید این میشود، این کتاب رو خوانید این میشود. شما همین منبع انرژیتون کجا است استاد؟ اولا چون که من تخمین میکنم که شما چشم ندارید. اصلا به خاطر بیننده‌ها که خیلی فعال شوند در سمت علم و دانش. خوب من برای صحبت و گرم کردن این چیز رو گفتم. راست دیگه سببش پیش از همه در همون پدر و مادرم، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کند. آنها دراز عمر بودن. حالا به سن سال اونها رسیدن من 1 سال 2 سال دیگر هست. شاید از اینجا پیش از همه. دیگر این که محیط تعلیم و آموزش و محیط کار و محیط ادبی و فرهنگی و که من در آنجا بودم برای من مناسب بودن، موافق بودن. شاید از همینجا باشه. یعنی عشق دارید به کارتان؟ بله بله. عاشقانه انجام بدید کارها. بله. من در آغاز برنامه گفتم شما هم استاد هستید، استادی دانشگاه، هم کتاب نویس هستید. منظورم کتاب‌های درسی برای بچگان و کتاب خوب هم برای صنف 8 کتاب ادبی بود نوشتید که خیلی کتاب من مطالعه کردم، واقعا کتاب جالب است. و این چونین دیپلمات هم بودید، زمان فعالیت میکردید و نقدی ادبی، ادبیاتشناس هم هستید. بیشتر در کدام سمت فعالیت براتون جالب بوده است و کدام سمت رو بیشتر دوست داشتید و چرا؟ من واقعا همانطور که شما اشاره کردید در عمری که داشتم، زندگی که داشتم، جریان زندگی، جریان حیات، روند حیات ما به هر ساحه برد و هم در تعلیم استاد دانشگاه بودم. من استاد دانشگاهی اون وقت دانشگاه عمریزی دولتی تاجیکستان بود. من ختم کننده همون دانشگاه هستم و بعد از ختم دانشگاه اسپیران شدیم در همین دانشگاه. بعد خادم کاتدر ادبیات کلاسیکی میگفتن اونجا بودم. بعد یک مدت دکترند بودم در دانشگاه مسکو به نام لومناسب. در اونجا 2 سال دکترند بودم. بعد از این 4 سال در افغانستان به صفت استاد در پوهنتون کابل درس گفتم. یعنی در دانشگاه کابل هم درس گفتید؟ بله 4 سال درس گفتم در اونجا. و حالا بعد از اون همزمان با تعلیم با تحقیق مشغول بودم. نامزد و دکتر و پروفسور اینها شدیم و همزمان با
کارهای سیاسی هم مشغول شدیم. سالهای 92 سالهایی که بود سالهای تجدد و نوشوی جامعه ما بود، دیگرگونی های خیلی زیادی برش آمد. ترویدم خیلی شد که با سیاست هم مشغول شدیم و بعد از آن شکر خدا که اون سالها پس سر شدن ناآرام. در مذاکرات صلحی بین تاجکان من اشتراک داشتم. 4 سال دوام کرد، بیشتر تقریبا 4 سال. بعد از ختم مذاکرات وقتی که سازشنامه عمومی استقرار صلح و ریاضیات مثلی در تاجیکستان به امضا رسید، طرفهای درگیر صلح و وحدت کردن، من معاون وزیر کارهای خارجی تعیین شدم و تا سال 2006 تقریبا 7.5-8 سال در وزارت کارهای خارجی بودم. بعد از به نفقه برآمدم. من همراه وزیر بسیار نامی کارهای خارجی تاجیکستان اکادمیک تبنگ نظر همراه به نفقه برآمدیم در 2006 و در یکی از مجلس ها در همین کاخ وحدت بود، پرزیدنت محترم تاجیکستان سخنرانی کردن و بعد از اون همین کاخ وحدت اگر رفته باشه راهرو داره. بعد از سخنرانیشون برآمدن راهرو که می آمدن چشمشون به من رفتید. اما من بودم عبدالنبی گفتن، با عبدالنبی گفتن کار نمی کنی، تو از من جوانی هگاه می روی مرکز تحقیقات استراتژی از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیرکتورش رحمتی سهراب شریف بود. او را گفتن سهراب مزنبی پگاه کار میره. اونجا 6 سال کار کرد. 6 سال دیگر اونجا کار کرد. 6 سال رئیس ریاست، مدیری ریاست بخش سیاست خارجی و رابطه های اقتصادی بیرون نبودیم. نامش هم خیلی. از اونجا دعوت شدم من به اکادمی از سال 2012. اون وقت دیرکتور انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابوعبدالله رودکی اکادمی اکبر ترسون بود. با دعوت اون کس آمدم من و تا 5 ایون 2023 مدیر شعبه تاریخ ادبیات بودم و حالا فعلا رئیس بنیاد رودکی هستم و عضو شورای دفاع انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی، شورای دفاع روسی که تعلق دارد به وکیرسیه، در اونجا هستم. خیلی کارنامه جالب است. خیلی گفتم که ببینید سمت زندگیتان فعالیتتان گوناگون است. چون از همین دوره مذاکرات صلح یاد آورش یک خاطره به یاد آمد، اگر چون من شنیدم اینا، نمیدونم که درست است یا درست نیست، میخوام از زبان خودتون اینجا بشنوم که جاش اومد. سال بتم بگذاریم بعد دیگه بخشو. گفتن سال 95 وقتی که اولین گفت و شنیدها مذاکرات ها صورت گرفت، 94 صورت گرفت، میگن همون اولین پروتکل صلح با دستخط شما نوشته شده است استاد، چون اونجا دستگاه چوبی نبود. از همون نفران شنیدم که اونجا حضور داشتن. این تا کجا درست است؟ گفتن که شما حسن بسیار خط زیبا داشتید و شما نوشتید اولین نسخه هم پروتکل های صلح. این تا کجا است؟ دقیقاً دارد یا خاطرتون هست یا نیست؟ واقعیتش اندک دیگه تر است. واقعا هم ما در تیار کردن و آماده کردن طرحی پیشنویس سندها از جانب اتحاد اپوزیسیون من بودم. من عطاخان لطیفی رحمتی، از طرف حکومت ابراهیم عثمان و دیگرها بودن. لیکن من بعضی سندهای مذاکرات رو به دست خودم نوشتم. خب ما شنیدیم که یکی از اولین سندهایی که بود در تهران بود، سال 95 ملاقات طرف‌ها مذاکرات بود و همینطور بود که امکانیت چاپ و طبع اینهاش نبود. بعد من به دستم نوشته بودم متن یکی از
همین سازشنامه گفتن که های دستگاه چاپی نبود ولی شما نوشتید. سال 1995 یک سند دیگری هم که من دستی نزده بودم، این سازشنامه کماندران گروه غرب به طرف کماندرهای حکومت که اونم به دست من نوشته شده است. اونا نسخهش اون نسخه یعنی هستن این نسخه مثلا این دیگه تاریخ است از برای این وقتی که نقل کردن برای ما جالب بود. گفتن استاد هم دوستی خط زیبا هم داشتن پروتکل ها رو می‌نوشتن. این گفته اول که برای عبدالله رهنما بله که صحبت هایش بعد امیرقلی عظیموف بله اونها هم واقعیت همین واقعیت دارد. استاد یک گروه از انسان هایی که مثل شما محقق هستند، دانشمند هستند، عالم هستند، شما گفتید که یک زمان هم خیلی که شما مشغول شدید به سیاست، بعداً اظهار پشیمانی کردن، گفتن خب کاش ما نمیرفتیم، یعنی یه جایی که غلط کردن. شما از اون فعالیتتون راضی هستید استاد؟ یعنی جایی نبود که فکر کردید که پشیمون شدید که فقط به علم مشغول میشدید و به سیاست نمیرفتید؟ یا در شما خیلی مثلا نبود در کارنامه‌تون جایی که پشیمانی داشته باشد استاد؟ من پشیمان نشدم. قریبی یک ژورنالیست روزنامه‌نگار در صحبت از من پرسید که شما از بعضی کارهایی که کردید، فعالیت‌هایی که داشتید پشیمان هستید؟ نیست. خطاها گفت به اصطلاح خطاها. من از فعالیت میگم مشغول شدم به سیاست. بله به من گفتم که خطاها دو نوع میشه، خطای کبیره و صغیره. من خطای کبیره نکردم، یعنی چیزهای پرینسیپالی جدی نکردم، اما خطای صغیره هر کس میکنه، هر کس از هیچی ندارد. استاد لایق هم میگوید که روزها میگذرند از بر ما میگذرند و دیگرها، اگر یک بار با خطا کردید با روز دیگر به 100 سهو و خطا میگذرد. اینش دیگر است. اما من پشیمان نیستم، اما البته ما نمیخواستیم، زمانه میخواد. از جریان زمانه خود کنار گرفتن کار خوب نیست. من نیست. به من چون بسیار دانشمند هستن که به تجارت مشغول شدن، علم کنار رفتن، یک گروه به سیاست از علم کنار رفتن، یک گروه به هر چی عوض شدن مثلا، ولی شما همزمان با تحقیق و مشغولیت‌های علمی ماندید. استاد چون برنامه کتابخانه یک جنبه تربیوی دارد، همین انسان چیکار کند که در همین سال برسد مثل شما وجدان آرام داشته باشد و بگه من پشیمون نیستم که از کار انجام دادم؟ این با چی میشد اینا به دست آورد استاد؟ باید انسان قلب پاک داشته باشد، کار نیک کند، کوشش کند که کار نیک انجام دهد، اخلاق نیک داشته باشد، خودش پیش از همه. اگر همینگونه یک انسان باشید، گفتار نیک و پندار نیک و اخلاق نیک واقعا همون چیز دیگر باشد، شما به اصطلاح ما شما غیرامی نکنید، کج رفتاری نکنید، کج بحثی نکنید. به نظر من آبروی اعتبارتان وهم میشد، همیشه حفظ میشود. بعضن که آدم از همون که کار نیک میکنید، کار راست میکنید، کار درست میکنید گپ میشنود، طعنه هم میشنود، ایرادم میگیرن برای این. لیکن با گذشت زمان خود حادثه ها با خود زمانت برقرار میکند. این یک سوال دیگر استاد پیدا میشد برای صبر شما. ما همین نسلی هستیم که از همین زمانی که کتاب‌های گذشته شورایی و سال‌های 37 و اینا خواندم اومدیم، اطراف بعضی شخصیت‌های ادبی و فرهنگی ما همیشه یک اینتریگاهای بوده است، یک کارهای بوده است. شما از همین اینتریگاها با قوله که بود اطراف شما این در 85 سال امکان دارد که این اطراف یا شخصیتی که مطرح باشد در جامعه نشود، چگونه بیرون آمده، چگونه سالم به در آمده؟ با صبر و با تحمل و با اخلاق و با اندیشه. یعنی با همین راه شما خودتان نجات دادید. بعضشون صبر میکنید، میگذرد میره بهتر هست. استاد که بگذاریم به یک بخش فعالیت دیگر شما، ادبیات، یعنی ادبیات شناسی. من میخواستم با روشن به همین جامعه ما بفهمانید، همچون یک محقق، همین ادبیات یعنی چی ضرورت دارد برای همین جامعه؟ بسیار سوالی جالب و سوالی که امروز باید ما جوابش رو گوییم. اگر میشود یک صحبت علاهیده هم میکردیم.
حتما استاد سر این موضوع الان ما صحبت میکنیم چون خیلی وسیع کلام. بله. حالا فعلا مختصر بله. در جواب سوالتون میگم که ادبیات این هنر است. هنرهای زیبا در برابری رسامی، در برابری موسیقی، هیکل تراشی، مجسمه سازی و غیره و هکذا. هنرهای زیبا یک نشانه ذاتی دارند. نصیرالدین طوسی در یکی از رساله هایش درباره شعر صحبت میکند و بعد میگه که جوهر ذاتی هست شعر، ادبیات جمله و لوازمات شعری، یعنی اصلش کلام جوهر ادبیات تصویر است. تصویر است، تصویری هنری. هم تو خبری مقرری، گفتن حرف مفت، این ادبیات چیزای معلوم مشهور، این هنر نیست، ادبیات نیست. ولی متاسفانه ما امروز نمونه های بسیار نمونه های هستن که به نام رمان چاپ میشن، داستان، قصه، حکایه، غزل، قصیده، شعر و غیره ها چاپ میشن. نشانه های ظاهری دارن، وزن دارد، قافیه دارد، ولی مال ادبیات نیست. جوهر مال ادبیات نیست. جوهرشون نیست. ملک الشعراء بهار که از دانشمندای معروف معاصر ایران شاعرم بود، درباره شعریت میزند و شعر و نظم جدا میکنه. اون گپ دیگر رو میگه که صنعت و سج و قوافی هست، نظم و نیست شعر. یعنی یک چیز در قالب وزن در آوردن و قافیه با قافیه گفتن هنوز حالی مال ادبیات نیست. متاسفانه امروز یک فهمیش خیلی معمول در بین خواننده های مقرری و من، در بین کسایی که خودشونو میگن که شاعرن، نویسنده هم فلان هستن، در بین اونها هم معمول. این یک کمبودی بسیار به چشم رس نظررس است و باعث نگرانی است. استاد چند بار از کلمه شعر در همین صحبت استفاده کردید. دیدم از یک وقت یک وزیر اقتصاد تاجیکستان اقتصاد ساحه اقتصاد گفت چی در کار است همین شعرخوانی، شعر و یک پاسخ مفصل دادید. یک روز اون وزیر خودش شعر میخونن به همین نزدیکی، بعد قریب دیدم که وزیر شعر میخونه. شریف رحیم. بله شریف رحیم. آدم بسیار انسان بسیار عجیبه. اون وقت بحث داشته دوست. همزمان سری اون بحث هست، یعنی شعر چی است برای همین جامعه تاجیک اینقدر از شعر زدگی میکنن، اینقدر ایراد میگیرن. هست شما هم سری اندیشه هست، یعنی شعر چی است برای جامعه ما؟ یک ضرورت است. بدون شعر، بدون ادبیات جامعه پیش نمیره. اینا باید ما دانسته باشیم. اونایی که میگن چین ندارد، ژاپن ندارد، آمریکا ندارد، نه دارن. یعنی یک خیلی خالی است. چند نفر برنده جایزه و از ژاپنیا هست. در نثر نمیشه. در نثر است مثلا. شعرهاشون هم همون شعرهای مختصری چهشون هایکوها که خیلی معلوم است. اکنون میگم فقط ژاپن بودیم، کشورهای دیگر اونجا تناسب ادبیات و هنر و فنهای دیگر روایت میکنن. یکی دیگرش رو نمیزنن یا کوشش نمیکنن که یکی جای دیگری دارن. اما هم اگر هم تو نگاه کنید به تاریخ گذشته و تاریخ امروزه همون، نام تاجیک و آریایی و تاجیکستان و تاجیکستان تاریخی با هم در دنیا در عالم با چی مشهورند؟ با شعر است، با ادبیاتش، با رودکی، با خیام، با نظامی، با حافظ و با اینها مشهور است. خب اگرچه ما در گذشته هم علم داشتیم، عالمان و دانشمندان معروفی داشتیم، بنابراین
بحث بسیار جالب است، این بحث باید علاوه شما باشد. گفتید که شعر یک ضرورت است. من میخوام چون بیننده ده بفهمونه دوستان، شاید بگید که چی استاد چی میخواستن از این گفتن امروز شعر یک ضرورت است. یعنی چی استاد؟ شعر یک ضرورت است امروز برای جامعه ما. شعر برای معرفت انسان، بالا بردن معرفت انسان، درسترش که همین ماهیت معرفت انسانی که میگوییم هر یک آدم باید با معرفت باشد، از با ادبیات علاقمند است، هم با شعرش و هم با نثرش و دیگر نوعش. یعنی کسی با معرفت، انسان امروزه اگر با معرفت نباشد و همه مثل قهرمان چنگیز ایتماتوف منکوب است که نه گذشتهش یاد دارد، نه امروزش یاد دارد، نه فکری آینده میکند. میفهمید؟ درست. این انسان بدون ادبیات و هنر و موسیقی و هیکل تراشی و معماری دیگرها و انسان خشک است، یک انسان بی معرفت است، بی روح است. کسی که بی معرفت است، بی روح است، او برای وطنش، برای خلقش، ملتش، برای پیشرفتش، برای پیشبردش نمیتواند چی کند، خدمت کند. بنابراین آدمی با معرفت خیلی معروف است و در فرهنگ ما، در میان مردم ما تا امروز شکر خدا که آدمی با معرفت اعتراف میکنه. درست. این آدم میگن دانشمند است، مدرسه بخارا رو تمام کرده است، مدرسه جای دیگر رو تمام کرده است، دانشگاه دوشنبه رو تمام کرده است، یا که ختلان یا خوجند یا جای دیگر رو. این آدمی با معرفت است. استاد شما درباره ژاپن یک اشاره کردید به اونایی که جایزه نوبل گرفتن و ما میبینیم که همین ملت هایی که قدرتمند هستند، یعنی در عصر امروز، منظورم گذشته نیست، قدرتمند هستند، یک ادبیات نثریشون خیلی قوی است، یعنی نویسنده های قوی دارن که ما هم میخونیم. در ما هم چند نفر مثل استاد بهمنی‌پور خدا رحمتشون کنند، محمد صالح زمان، استاد عبدالقادر رستم و چند نفرانی در جوانیشون یک چیزهای نوشتن، چیزهای خوب نوشتن. ولی امروز چند تا شاعر جوان پیدا شده ولی نثر نویس دیگر نداره معروفیت، یعنی اون با اون سطح دیگر نداریم. فکر میکنید چی دوستا، چرا این گونه است؟ چرا ما مثلا در اون مصاحبه من خوندم که گفته دیگر نیست، چرا استاد؟ فکر نمیکنید که اینم یک نوع عقب ماندن ما رو در همین عصر امروز اینم یک بحث دامنه‌دار میخواد. ما نمیتونیم بگیم، منم نگفتم هیچگاه که ما ادبیات نداریم. نه، منظورم نثر نویس. بله. یعنی در نثر هم بله هستند کسایی که نشانه های استعداد هنر نویسندگی دارن. مثلا سراج الدین اکرامی یک نفر، بهمنیار یک نفر دیگر بهمنیاری هست و شادی رجبزاد و چند نفر از خانم ها هم هستن و از ناصرهای نوی که به تازگی نورزاد، یک پیسری اون نورعلی نورزاد و دیگر هستن، لیکن کم. در شعر هم همین خیر است. استاد منظورم یک چیز دیگر است. شما درباره فردوسی و رودک گذشته گفتید امروز دنیا با همونها ما رو میشناسن، ولی منظور وقتی که امروز یک ادیبی نه، یک شاعری نه، ما از ایران میخونیم، از افغانستان میخونیم، ولی نثر، یعنی کتابای خوب از امریکای آمریکا و فرانسه و آلمان، اینش نوبل گرفت، اینش و زیاد وارد تاجیکستان میشد. ولی اون چیزهایی که بچه‌هایی که ما هستن یا نویسندهایی که ما هستن از همین سرحدی ما بیرون نمیرود. شاید بعضیش هم تا ایران میرود برگردان شدن، ما بعضیش خبر داریم، ولی عموما مقیاس دنیا رو در نظر دارم. چرا ادبیات ما وارد ادبیات جهان نمیشود؟ ادبیات منظورم امروز استاد، گذشته بزرگ امروز استاد. کاملا درست. حقیقتا ما همین چیز، همین کمبودی احساس میشه در ما، لیکن ما کسایی که داشتیم سزاواری هم بودن که جهانی شدن. همون بهمنیاری، مثلا بهمنیار، سیفی رحیم افردی و محمد زمان صالح، همینا نثرشون نثر خوب بود.
ولی ما نتوانستیم اونها را چی کنیم، به اصطلاح رونمایی کنیم، تبلیغ کنیم. ترجمان در کار است، تبلیغ در کار است، زمینه در کار است، زمینه برای ایجاد اونها و هم برای ترغیب آثارشان. در زمان شوروی خیلی چیزای مثبت بود. بخش ترجمه اتحادیه نویسنده های شوروی خیلی فعال بود. نویسنده ها را پیدا میکرد، ترجمه میکرد. مثلا پولاد طالیس و فضلالدین محمدیوف و اینها را که یک نویسنده های در مقیاسی شوروی شهرت پیدا کردند، اونها به واسطه همون ترجمه ها به واسطه ترغیب و تشویق میشد. متاسفانه ما حالا زمینه چنین برای چی کردن نداریم. یک چیزش همین که نویسنده باید زندگی کند، فرزند دارد، بچه دارد. رسول غمزه در داستان من میگه که این بیچاره این نیست که این بیهنرن، او فرزند دارد، بچه دارد، اونا نام خوردنشون در کار. گنرر حق قلم پیشتر یک کتابتون چاپ میشد. کتاب شعر معمولا تا 10 در تاجیکستان 10,000، کتاب نثر 20 30 50 تا این تعداد کتاب نشد میشد. کتاب ها چاپ میشدن و مزد حق قلمی که از آن میگیری برای زندگی، برای ایجاد یک نویسنده، یک شاعر تأمین بود. ولی متاسفانه ما با این دیگر شدن و پاش خوردن و بعد نب شدن و حادثه هایی که در تاجیکستان گذشت و آهسته آهسته در زمان استقلال ما آهسته آهسته پیش می رویم. ولی همطوری که شما درست فرمودید ما این خیلی نمید. غیر از این با یک عامل دیگر هم هست. ما متاسفانه کم میخوانیم از ادبیات جهان. همین ادیبای جوانمون و دیگرمون شاعر نویسنده های ما کمتر خیلی برای ما نگران کنند است. ما این استاد اطلاع داریم خیلی نگران بله شما میدونید که خیلی ما کم میخونیم. خب برای من بسیار جالب بود که در یک بحثی که در اتحاد نویسنده ها شد درباره نقد بود. نویسنده ها حضور دارن درباره نقد گپ میزنن تخمینی. اصلا یگان رساله یا مقاله یک منقد یک ادبیات شناس نخونده، لیکن دعوا میکنن، طلب میکنن که دیگرها اثر اونها رو خوانن، اثر اونها رو خوانن. ببینید ما همین پیوندها کنده شد. بیشتر مجله های دروژ به نرادف داشتیم، ما ناو میر داشتیم مثلا. با واسطه اونها ما با ادبیات دنیا شناس میشدیم. این گونه امکانیت ها حال محدود شدن، اما ضرورت داریم، ما باید خونیم. یک عامل دیگر هم هست که همین نویسنده با استعداد، شاعری با استعداد، منقد با استعداد باید دستگیری آورد. او رو ما ترغیب کنیم، تشویق کنیم، او رو کتابش بیشتر چاپ کنیم. ما متاسفانه حاضر شرایط من خیلی شد که هر کس امکانیت دارد هر چیزی که از دستش میبیاد یا از قلمش برآمده است چاپ کرده ایستاده است. اونا اکثریت مال ادبیات نیستند، اما کسایی که هنرمند هستند این گونه امکانیت ندارن که از حساب خودشان مثلا اون کتاب ها رو چاپ کنن یا دیگر. فرض کنیم بگیریم یک نویسنده مشهور خارجی به مثل گابریل گارسیا مارکز. اون زندگیش میبینید در شرایط کار کرد، ایجاد کرد، کتابش جهانگیری. اگر اون دست بالای دست میموند و میگفت کسی ما رو دستگیری کنه شاید این گونه اثر نمیشد. این چیزا مهم. مثلا شما هنر دارید، ادبیاتون هست شاید جای دستگیری نمیابه، جای میشود که شاید هنر شما ولی شما کارتون دوام داده استادید. نمیشه بود که ولی استاد سالهای سال کار کرده استادید. سالهای سال کار کرده مونه که حق قلم منتظر نیستیم. لیکن شما من فکر میکنم آدمی یعنی زور به اندیشه با قول ما بچهای کوچه آدمی زور همیشه فعالیت میکند، کار میکند. یک بحث دیگر استاد درباره کلمه نقد گفتید اینجا شما. بسیار میگن که همین نقد است که ادبیات زنده نگاه می‌دارد، نقد است که برای رشد ادبیات و شعر و فرهنگ
کمک میکند. بسیار گیلمندن با قول خودتون استاد که ما یک نقد درست نداریم. ادبیات شناسای ما امروز نقد نمیکنند. این گیله تا کجا درست است؟ آیا در ما نقد ادبی هست یا نیست؟ استاد فکرتون چی است؟ این یک اشتباه بسیار معمول شده است. من شما یک چند دلیل میدارم. با نقد که من مشغول هستم و خیلی مقاله ها نوشتم، وقتی که تحقیق کردم دیدم که این یک به اسطوره تبدیل یافته است که نقد نیست، نقد درست نداریم، نقد از ادبیات عقب مانده است. این یک اسطوره شده است. حتی همه سالهای 20 30 کسایی که درباره ادبیات نوشتن، نقد ادبیات نوشتن، از همونجا شروع کردن که نقد نداریم، نقدمون ضعیف است، به طلبات جواب نمیگوید فلان. نه، این من چون که عرض کردم این یک برداشت نادرست است. برداشت کسانی هست که از جریان از وضع و از جریان انکشاف نقد خبر ندارند. نشده این سابقه بسیار دیرینه هم دارد. از سالهای 20 30 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و هم میگویند تا امروز هم میگویند. در اصل واقعیت این طور است که نقد نقص هست در شکل مقاله ها، رساله ها، تکنویس ها، مونوگرافی ها هستند. خیلی ارزشمند هستند. قابل چی هستند؟ کارهای انجام شدن. مثلا ما در انستیتوت زبان ادبیات که طرح را پیش گرفتیم، آفریدن تاریخی ادبیات فارسی تاجیکی از زمان باستان، دوران باستان تا ابتدای عصر 20. خب یک جلد چاپ شد. در عرفه سال نو ما یک سفری داشتیم به تهران. من در فرهنگستان زبان و ادب فارسی گزارش دادم و اصول و معیارهای این تاریخ ادبیات گفتم. اونا واقعا چیزی یک تازه است، بازیافته است. واقعا برای خودنمایی کردن نیست. بله. و اونا راضی شدن که برگردان کنن. حالا چند جلدهای دیگرش آماده است. کارهای خیلی جالبی هستند. مثلا که دانشمندهای تاجیک کردن. سزاوار اون است که برگردان شوند، ترجمه شوند، ترغیب شوند، تقدیر شوند. ولی متاسفانه اونهایی که درباره نقد و ادبیات شناسی قضاوت میکنن، اونها خبر ندارن. اونها معیارشون یک چیز است. درباره اثر اونها، نوشته های اونها هیچ کس چیزی ننوشته. اونا پیش خودشان سوال نمیدارن که آیا اون چیزی که من نوشتم مال ادبیات است؟ ننوشتن، نقد نکردن هم نقد است. در دیپلمات میگن که جواب ندادن هم جواب است. نقد نکردن هم این است. یعنی کرای نقد نمیکنن. راست شگویم از من خیلی کسا خواهش میکنن که سرسخن نویسن به مجموع شعرشون دیگه 2 سال 3 سال. خب من میبینم که آخر کرای نوشتن نیست. من نام خودمونشون بد میکنم. یعنی اگه دیگه مثلا نقدهای شریکانه، نقدهای شریکی، یعنی یک کس برای دوستش، برای رفیق شده نقد می‌نویسه که باید این خیلی نباشه. یعنی نقد اوری از همه چیزها باشه، توصیفه باشه. متاسفانه نمونه های بد نقد هم زیاده. مثل این که شما یک نکته بسیار جالب قید کردید که ادبیات و نقد به هم وابسته هستند. نقد باعث تشکل و پیدایش نقد میشد، ادبیات میشد. ادبیات برعکس زمینه پیدایش و شکل گرفتن تشکل نقد میشود. درست. ادبیات همون طوری که خوب باشد نقد نو پیدا میشه. اصل نقده روسو را به خاطر بیارید. زمان بیلینسکی را، اون زمان که ها بود، اون زمان پوشکین بود، دیگرها بودن. یعنی ادبیات اصل بود، ادبیات و نقد اصل هم پیدا میشد. درست. لیکن یک چیزش هم فراموش نکنیم، در نظر گیریم که من در یک جا خواندم که در زمان پوشکین تقریبا 1000 نفر شاعر بوده. یک برای کنیم قیاس کنیم با زمان رودکی. در زمان رودکی هم از این کمتر شاعر نبوده. لیکن نام کی هست؟ نام پوشکین، نام رودکی.
نقدی اسید میمونه. در ویلینسکی یک سلسله تحقیقات نقده ها دارد. لیتراتورنی مچتانی گفته از یک سلسله به سلسله همش چنان تحلیل میکنه واقعا هم میکنه و هم میگوید که ادبیات هست، ادیب هست. بعد میگن به توجه که حیوانات مزیر ادبیات هم هست. استاد بسیاری هایی که در همین منبر سخن کردن همیشه از نخواندن عامه نگران بودن، ولی من دو نفر دیدم مثل شما که گفتید که بین آنهایی که باید بخوانن نمیخوانن، وظیفه‌شون خواندن است نمیخوانن، واقعا نگران کننده نیست؟ سخت نگران کننده. میدونید اگر آدم شرط نیست که تمام عامه کتابخوان باشد. تمام عامه هیچ کتابخوان نمیشه. سواد ندارد، امکان ندارد. غیر امکان است همه را بس غیر کتاب امکان برده. است اینو کتابخوان کنیم. لیکن کسای با معرفت و کتابخوان صحبت میکنه. در یک صحبت چند نفر عامی بهره میگیرد از سخنهای او، از اون کتابهایی که این خونده است. مثلا اینا پیش میبرند اون جامعه را، تفکری اونا رو پیش میبرند. ادبیات و شعر امروز باعث یک رشد یک ملت در جهانی که امروز تکنولوژی هست، اقتصاد هست، بمب اتمی هست، راکت هست، همیشه این سوال مطرح میشه. با ما میگن که در این زمانی که اینقدر پیشرفت چرا همیشه از ادبیات میگید، از شعر میگید، از رودکی افتخار میکنید، از فردوسی افتخار میکنید، از مولانا افتخار میکنید؟ پاسخ شما به همین افراد همچون یک ادبیات شناس چی است استاد؟ همین باید خوب تحقیق کنن، دانسته باشن که همون عامل پیشروی ها، کشفیاتی که در ساحه‌های دیگر میکنن، یک عاملش، یک انگیزش ادبیات است، تحریک است. همون کسایی که عالمای دانشمندهای مشهوری که در دنیا هستند، همش اگر سرگذشتشون با سرگذشتشون شناس شوید، آنها ادبیات خیلی خوب میدونن، تاریخ خیلی خوب میدونن، زبان خیلی خوب میدونن. بعد عالمایی بودن که اونها خودشون عالمن، رشته تخصصشون علم است، دانش است، اما شعر گفتن، اثر نوشتن. از روزهای نگیبین و دانشمند است، مثلا یا عالمی ساید وید است، اما اثرهای خیلی جالبی داره. آرژان سلیمانوف گیولوگ است، اما بحث ادبیات بعد خونده است، اما شاعر است. مثلا این خود چیزها هستن. این گونه کسا اگر حالا هم تو به خاطر آوردن گرفت خیلی زیاده. بله. و خودی همین نشانه آن است که این چی است؟ فرهنگ، هنر، ادبیات یک عامل پیشروی است. ما فکر میکنیم یک عامل اساسی باید باشه، چون اندیشه را با وجود میاره دوستو. اندیشه را اگر وقتی آدم اندیشه کرده نتواند، چه خیلی میتواند اختراع کند، چه خیلی میتواند ماشین بسازد، چه خیلی میتواند اقتصاد پیش برد. یک چیز به خاطرم آورد این گفته شما که در اروپا از سال 78 در اروپا، در روسیه و کشورهای غربی یک روندی آغاز گردید، روند انسان گردانیدن، روند تعلیم. بریم در مکتب و در دانشگاه ها پروسس گومانیزاسی اوچو بگفته در روسیش. همین مسئله در وقتش زنده یاد استاد شکوری برداشته بودن و در یکی از کتاب‌هایشون انسانگرایی در اونجا. بله من اونجا خوندم، خیلی جالب این موضوع است. متاسفانه ما همین تناسب رعایت نمی‌کنیم. سال 2002 واقعا کتاب جالب است، انسانگرایی و معارف. بله. برای همین هیچ وقت ادبیات نه. خب اندری وزنیسنسکی معمار بود، انتون پاولویچ چخوف دکتر بود. یور نگیبینه گفتم و خیلی کسی همینطور است. مثلا خیلی کسایی که در ما از اینجا، خب چنگیز ایتماتوف بایتور مثلا متخصص چی بود، آرژان سلیمانوف و گیولوگ و کسای دیگری هستن که مثلا بودن در دنیا.
ادبیات برای اونها خلل نرسونده. برای ادبیات دانستن، هنر دانستن، موسیقی دانستن برای ایجاد کردن، برای کشفیاتشان زمینه شد. بنابراین اینها رو به هم قبول نباید گذاشت. شد اگر یک در همین عصر 19 بریم اون فلسفه‌ای که در اروپا شکل گرفت و کتاب‌هایی که نوشته شد یا در خود همین روسیه می‌بینیم که زمینه‌های این نوشته‌ها تبدیل شد به رشد، تبدیل شد به پیشرفت. همون که در عصر طلایی خون در عصر 10 می‌بینیم رودکی با میدان میاد، دقیقی با میدان میاد، فردوسی با میدان میاد و دیگر اون مثلا نه تا همون درباری که رودکی و هزارها شاعری که در اطرافش بود، هزار شاعری که در اطرافش بود ضعیف نکرد دولت سامونه، برای قدرتش بود. تا وقتی که رودکی اونجا بود قدرت اون دولت دوست داشت. مثال روشنش خیام شاعر نبود یا به نوی دیگر گویی ما درست درک کنن که شاعری پیشه اساسیش نبود. خواجه نصیرالدین طوسی یک فیلسوف بزرگ، منطق شناس است، نجوم شناس است، شعر میگفت، رساله ها درباره شعر نوشته است. زینو و اینها علمشان به ویشان خلل نرسوندن. احمد دانش اون زمان ما نزدیکتر بیاییم و بینی این هیچ وقت متاسفانه در ما همین تناسب رعایت نکردن و یکی رو پس زدن و یکی رو بالا بردن و این شعر زدگی و این چیز مثلا پیدا شدنش نادرست. فکر می‌کنید چرا همین محدود است؟ همین ما فقط شما گفتید که اونها یک جنبه فعالیتشان شاعری بود، شعر گفتن بود. چرا ما محدود کردیم ادبیات در شعر و در چند کتاب اینقدر محدود میدونن، یه چیزی نوچیز میدونن، بی ارزش میدونن؟ منظورم جامعه امروز در نظرم چرا این چیز به وجود اومد استاد به فکرتون؟ متاسفانه از ضعیف گردیدن سطح دانش و معرفتی ما متاسفانه و سبب‌های گوناگون و سبب عینی و ذهنی همینطور شد. ما یک سببش معلوم است، ما از اصلمون کنده شدیم با اون انقلاب هایی که در ابتدای عصر 20 بودیم داشتیم. ما از اصلمون کنده شدیم از زمینه ها تا فرصت پیدا کردیم که دوباره رو آریم و گذشته و اونا را دانیم که چی گفته بودند و ما از اونا بهره بریم. وقت در کار شما میگید ما از اصلا ما کنده شدیم، بعضی میگن نه ما بیدارتر شدیم بعد اون انقلاب ها. نه نظر شما چی است در این موضوع؟ نمیخوام چقدرتر بریم، فقط نظر خودتون استاد میخوام بفهمم. نظر من این است که ما برعکس باعث بیداری ما نشده است، باعث تا اندازه محدود شدن، تنگ نظر شدن ما باعث این گردید. ما آهسته و کسانی که موفق شدن همونه هستند که به شرافت خودشان با گذشته شناس شدن. آثار میراث مثل بابا جان غفورов، مثل آسیمی و استاد صدرالدین عینی و استاد آسیمی محمد آسیمی، اکبر ترکسون و خیلی کسا هستن مثلا. یعنی اینا وقتی پیوست شدن با گذشتهشون شخصیت شدن، بزرگ شدن. بله. از اونهایی که میگن نه اینها را فلانی ها آمدن و صاحب این منبرها کردن و صاحب سخن کردن و خط تحقیق دادن، اینا شدن. این این اصلا درست نیست. این اصلا درست نیست. برای این نقص ما است. ما باید نقص ما کمبودی ها ما یا خودمون شناخته باشیم. اگر ما کمبودی خودمون رو درک نکنیم، نشناسیم، پیش نمیریم. هر کسی که دور موند از اصل باز جوید روزگاری وصل شدن من مهم است استاد. به اون گذشتمون مهم است. حتما مهم است. حتما. از چی راههای میتونیم وصل شیم با گذشته اون پرروغنوات یک ادبیات فرهنگ طلایی استاد؟ از کدام راه میخوایم وصل شیم استاد؟ پیش از همه ما تعلیممون دیگر باید کنیم. یعنی دیگر کردن با معنی تکمیل دهیم، موافق گردانیم به طلبات امروزه و طلبات امروزه را قانع نمیشد به دانستن گذشته. کسی که کشوری که گذشتهش نمیداند، انسانی که گذشتهش نمیداند، آینده ندارد. اون باید در زمینه اونها ما باید پیش رویم. غربی ها برای چی پیش رفتن؟ اونها اساسا همه علم میشدن که گفتن. در ایران میتوانیم ما صحبت کنیم اینجا که گوییم که غربی ها از ما گرفتن.
این بسیار قبول ندارن ای استاد. شهر تو ابتدای لوح و قلمی، استاد لایق میگه بله. جراحی اول در ما شود، کتاب طب و تحقیق در ما شود، ستاره شناسی در ما شود، جغرافی در ما شود، کشفیات دنیای اینها در ما شود، الگبر و الجبر و اینها را شرقیات کنند. ببینید لیکن ما همون چیزای خودمون را از خود کرده پیش رفته نتوانید، فراموش کردیم، هم با خبر شدیم. غربی ها بردشون افضلیتشون در این است که اونها هر چیزی که از شرق از جای گرفتن از خود کردن در پیش بردن، تکمیل دادن. لیکن هر یکش اگر زمین شکا بید زمینه شرق داره، زمینه شرق. چون زیر همین شرح‌های ما هم زیاد می‌نویسن که شما هی با گذشته افتخار میکنید، با گذشته می‌ریزه، این طور نبود. اگر این طور میشه شما حتما رشد میکنید، شما حتما ملت دیگر میشید، یک ملت قدرتمند میشید. چی پاسخ بدیم به این افراد که میگن شما یک لاف دروغ میزنید، از همون گذشتهتون هیچ چیزی نبودید؟ نه، اگر صرف لاف زنید خوب نیست. در این کار و افراط و تفرید راه دادن در کار نیست. این برای لازم نمیشه. گذشته رو نباید دادید. لیکن تنها با گذشته نازیدن هم نمیشه، افتخاری پوچ میشه، بی زمینه. بعد عجیبش این که حیرت آورش این است که همون کسای همین طرفدار همین گونه اندیشه هستن که اوناشون اصلا از گذشته بیخبرن، نمیدونن، از بیخبریشون این گپ میگن. این موضوع در همین آسیای مرکزی و آسیای قطعه که خود ما زندگی میکنیم یک بحث های شروع میشود، بحث های ملی گرایی و این بزرگ از من است، اون از من است. با عنوان اینجا از ادبیات شناس براید به عنوان یک دیپلمات، یک سیاست شناس، همین بحث ها تا کجا خوب هستند تا کجا بد هستند، چی پیام داره؟ بحث علاقه داریم. اینا بحث میکنیم، میخوایم یک نظرتون اصلا اجمالی در همینجا بگیریم. باز هم میگم که این بحث های بی عاقبت، بیهوده و غالبا از ناآگاهی، از ندانستن واقعیت اصلی مثلا این گونه بحث میشه. ولی متاسفانه ما شرقی ها از جمله در آسیای مرکزی یک عادت بدی داریم، میگوییم بحث میکنیم، یگان نتیجه نمیگیریم از این بحث. برای آینده که یک جمع بحث کنیم و بعد از آن چیکار کنیم نمیکنیم. تمام بحث های ما ناتمام است، جزئی است، فرعی است و ناتمام. این یک نشان منتالیتی ما شده است. شرقی است. و قول علامه اقبال که دانه آن صحرانشینان کاشتند، حاصلش دیگران میبرن، حاصلش فرنگی ها براش. استاد یک کتاب درسیتون هم نشر شد، ادبیات صنفی 8 با تعداد 120,000. از گنره گفت استاد، یعنی خوب است کتاب درسی؟ از گنره رو در بالای شورا کردیم کتاب درسی نوشتن، گنرهش خوب است یا نه استاد؟ بد نبود. واقعا بسیاری پدر و مادران با ما زیاد نامه می‌نویسن، مکتوب می‌نویسن که یعنی در زبان کتاب‌های درسی مشکل است، بسیار ایرادها وارد میشوند. ما آینده نیت داریم که با مؤلفان کتاب درسی صحبت کنیم، ولی کوتاه می‌خواستم استاد بگیم که یک نفری که می‌خواد برای بچه‌های ما کتاب بنویسه، برای طلبه‌های ما کتاب، چی مسئولیت رو باید احساس کند؟ چون اونجا جای دیگر تربیت است استاد. من وقتی که وزارت از من خواهش کرد و بعد تعریف همین کتاب درسی سر کردیم، سالهای 2007 بود، بعد نشه اولش 2009 شد. همون وقت من آموختم کتاب ها رو، نه تنها کتاب های ادبیات، کتاب زبان، خوانش و اینا رو. متاسفانه صفت کتاب های ما اکثریت مطلقش بد است از لحاظ بیان. زبان مردم بسیار بیچاره میگن که نمیفهمیم. همین یک ماه پیشتر در وزارت معارف و علم تاجیکستان بودیم، دعوت کردن مؤلفان کتاب‌های درسی و اونجا یک بخشش پیشنهاد برای چاپ کتاب‌ها از فن‌ها و اختصاص‌های گوناگون. ما با کتاب‌ها رو نخوندیم، لیکن اما نام مؤلف، نام کتاب می‌نویسن تاجیکی، اکثریتش تاجیکی. نام مؤلف میگوی که چرا
مقصود نه مقصود است یا فلان است. میگه در پاسپورت هم خیلی نوشته شدگی. چه میلی شکل میگه؟ ببینید همین حتی نام هاشون مثلا من اکنون تصور کنید که من خیلی نگران شد، برای من نگران کننده بود که اگر نامش توجیکی نباشد، از نام مؤلف سر کرده، از عنوان کتاب سر کرده و نباشد، داخلش چطور است؟ فور رعایت زبان، ترغیب و تشویق زبان فقط کار معلم ادبیات زبان نیست، کار همه کس، فیزیک، متماتیک، خیمیک، بیولوگ، همش باید زبان رعایت کنند. زبان باید متاسفانه اینطور نیست. من نمیگم که در این گفتاری ها زبان گفتاری و کوچگی و بازاری ما عموما خیلی دهشت آور است. یک مثال میگم یک مشروطه، اون ماشینی که خط سیر معلوم کرده میرود، در پیشتاقش نوشتگی بود لوبوی جو. بسیار بلد. ولی زبان یک گفتگوی بسیار جدی و در فقط یک برنامه شما نه، در همه جا. یک بزرگ گفته بود است که سه و پرستش در کار، کلت، سه کلت: مادر، وطن، زبان. چون مهمترین واسطه است زبان. همین رو کلت بود. لیخاچوف دیمیتری لیخاچوف. استاد بجز کتابای درسی که نوشته، کتابی درسی که نشر شد و این جلد ادبی و در موضوع ادبیات شناسی که نشر میشد، یکم کارهای دیگه هم هست که به نزدیکی انتشار میکنید و سرش کار کرده استاده است؟ خب من غیر از ادبیات با سیاست هم مشغول هستم. چند کتابی هم نوشتم که زمانی که در وزارت کار خارجه بودم، ما همراه وزیر امور وقت همان اکادمی طبع نظرش دیپلماتی معاصر تاجیک نوشتیم. اولین کتاب به این شکل جامعه. این 2006 بود. این کتاب در کابل در افغانستان اون زمان پیش از طالبان هم به زبان فارسی دری و هم زبان پشتو ترجمه شد و چاپ شد. بعد از این من باز یک کتاب دیگری چاپ کردم در این زمینه، ارزش های وحدت ملی است. این کتاب هم خیلی است، در مذاکرات، وحدت و چیزهای دیگه میرد وضع این روزه. و یک کتابی هم من هم به تاجیکی می نویسم هم به روسی، یک کتاب درباره سیاست خارجی، актуальные проблемы внешней политики و многовекторность действий، یعنی مهمترین مسئله های مبرم سیاست خارجی و بسیار سمتی در عمل. این کتاب سال 2014 نشر شده بود، اما این کتابی که در دست چاپ است و نشرش آماده است تکمیل، خیلی چیزا علاوه ها تکمیل است. القریب باید به همین نزدیکی ها چاپ شود. تشکر استاد. سوال آخر، دو جلد برگزیده نوشته ها، جلد 6 و جلد 7. جلد 7ش به زبان روسی، اون چیزهای مقاله های و چیزهایی که من نوشتم به زبان روسی نوشته دید اونجا جمع اونجا هست، اونها چاپ میشه. استاد سوال آخر، شما گفتید که با رحمتی سهراب شریف هم کار کردید. بله، 6 سال کار کردید. باز این کتابی که آخران گفتید می نویسید سیاست خارجی تاجیکستان، سیاست خارجی تاجیک، و این اواخر هر سیاست شناسی که ما در کشور داریم، حتی شاگردان شما هم هستن، خیلی ما چند نفرش هم میشناسیم، هم از نگرانن به سیاست خارجی، ولی کسی درباره سیاست داخلی گپ نمیزند، حرف نمیگوید، تحلیل نمیکند. میگن ما بعدی رحمتی سهراب شریفوف دیگر نداریم همون سیاست شناسی که مشغول باشد به سیاست داخلی کشور. یک کسی با تاریخ مشغول است، یک کسی به آینده را میگه. فکر میکنه چرا همه سیاست شناسا و سیاستدان ها دیگر نمیخوان وضع داخلی را تحلیل کنند؟ ما دیگر نیاز نداریم استاد. منظورم تنها نفران مستقل هستند، دیدگاه های آزاد دارند، شخصیت های وارسته هستند. این قبیل افراد دیگر خاموش هستند و به قبل تماشابین هستند و کار ندارند به سیاست داخلی. چرا فکر میکنید استاد؟ متاسفانه همینطور است، لیکن چون از رحمتی سهراب
یاد کردید شریف و واقعا آدم دانشمند بود، تحلیلگری بسیار خوب بود، آنالیتیک خوب بود، فارغ التحصیلی ختم کننده و بخش فلسفه دانشگاه مسکو بود. خیلی آدمی وارد بود و خیلی همه حادثه و به هر حادثه سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان در گرماگرمی جواب میگه. ما این خیلی آدمات داریم، نیست نی هست. خود تاریخ شناس سیف الله جان مولا جانوف که در برنامه های شما خیلی زیاد بودن، یکی از بهترین چیزها هست. یا در خارج داریم ما لقمان بایمت این کنه کسا هستن، کم هستن، یا هستند و ما نمیدونیم، یا هستند و رسانه‌ای نیستن دیگر. همین اندیشه مثلا این که سهراب میومد در هر مسئله فورا اندیشه میگفت. منظور من سیاست داخلی است. میگم همه ترامپ تحلیل میکنه، زلنسکی تحلیل میکنه، اوکراین رو تحلیل میکنه، ولی وضع داخلی دیگه ما نداریم. نفری که حتی بیم در برنامه خودش صحبت کنین که مثلا چی است. منظور من است سهراب شریف یک امتیاز داشت. پیش از اون که سردار مرکز تحقیقات، دیرکتوری مرکز تحقیقات تعیین شد و در دستگاه کار میکرد و مستقیما با دستگاه وقتی که سردار هم بود، دیرکتوری و بود رئیسی مرکز تحقیقات استراتژی، علاقش خیلی تنگاتنگ بود. من خودش که هم کار میکردیم، یک چیزی که پیدا میشد مینوشت، تیار میشد، مرکز تیار میکرد، درست میرسید مستقیما به این. خیلی امتیاز هر کس نداره. خب استاد، در آخر میخواهیم اندیشه شما رو، فکر شما رو اوید به برنامه کتابخوان و کتابخوانی و این فصل جدید ما شروع کردیم و با بیننده برنامه کتابخوان میگم که ما 12 موضوع داشتیم که یعنی فرصت نشد در اینجا صحبت کنیم. استاد، من میخوام سر این صحبت ها، سر این موضوع که خیلی موضوع مهم هستن از قبیل روشنفکری و ارزش های ملی و تشکلیابی اندیشه ملی، زیایی ملی، اینچنین ادبیات و مشکلات آن در جامعه، هوشیاران پایانی و تهدید آنها به جامعه و خیلی موضوعی هستند که ما بعداً استاد علیرضا سریع صحبت مفصل کنیم. من فکر میکنم خوب است. ولی در آخر میخواستم صحبتتون استاد خلاصه کنید برای کتاب و کتابخوانی و برنامه کتابخوان و پیامتون به نسل امروزی جوان تاجیک است. استاد تشکر. واقعا هم من میخواستم همین چیز رو یک موردی مناسبی حاضر در این صحبتمون پیدا کنم گویم. این لطف نیست، این یک کمپلیمنت نیست. من یکی از یگانه برنامه‌ای که میشد گفت که من نگهگیری میکنم همین برنامه کتابخانه است. تشکر استاد. سلام. برای چی؟ به خاطر نه به خاطر اون که ما و شما یک دیگر میشناسیم، این نه، به خاطر اون که پرابلم موضوعهایی که شما مطرح کردید در این 4 سال، بله استاد، در این 4 سال بسیار مسئله های داغی روز بودن که اونها جواب میخواستن و اونها باید جواب میگفتیم. ما بسیار مسئله ها داریم که هنوز جواب نگفتیم. از این جهت بسیار مهم است و مخصوصا گمان میکنم که در ترغیب همین مردم ما، نماینده های ما، شهروندای ما برای کتاب خواندن و کتاب رو آوردن خیلی نقش داره. خیلی زیاد. من خیلی زیاد از مردم در مرکز، در دوشنبه، در ناحیه ها، در ولایت ها هم چون یادم میگن در برنامه کتابخوانی گفته گفتن فلان بحث شد، اینش خیلی خوب و صفت شما در روبرویتان گویم که شما یک فرد آگاه هستید از همون چیزتان معلوم، صحبتهایتان هم از تاریخ و هم از ادبیات و هم روش امروزی سیاسی و اجتماعی و این چیز خیلی مهم است. سلامت باش. پیامتون به بیننده و برنامه کتابخوان، کسانی که شما رو میبینن و جوان هستند، هنوز امیدشون به علم و دانش هست، یعنی هنوز از او قشیر هستن که امیدشون ندادن از دست، پیامتون با اونا چی است استاد؟ هیچ وقت ناامید نشوند، همیشه با کتاب باشند، کتاب خوانند، بعد
در زندگی یک شخص بی‌طرف و لاقط نباشد، مشاهده کار باشد، تحقیق کنه، آموزن، تحلیل کنه، هر مشکلی هست، پرابلمی که هست، یک آدم فعال باشد و این چیز بدون کتاب خواندن امکان ندارد، بدون پیگیری کردن برنامه کتابخوان هم امکان ندارد. سلامت باشید. بار دیگر یادآور میشم که در صحبت با ما بودند استاد عبدالنبی ستارزاده. واقعا به برنامه خیلی خوش آمدید. بار دیگر تشکر که دعوت رو پذیرفتید و اعلام میکنیم که فصل جدیدی کتابخوان شروع می شود و خدا کند که این منبر گفتگوهای سالم، بحث‌های سازنده و پیش از همه ترغیب آگاهی، اندیشه، کتاب و علم باشد. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورد. سلامت باشید.